ассалому алайкум дӯстони азиз, муҳтарам дӯстони зомонаи канали Агентство ТВ. дӯстон, имрӯз 14 январи соли 2026 навори хонаҳо дар канали Агентство кардем ки хонаҳои хуб ҳаст, навори зинда аст, яъне хоҳишманд ҳастам аз аввал то охир пайгирӣ кунед. 1000 рубл баробар бар 118 сомона 60 дирҳам. дӯстон, бардорони азиз, ба як дӯстамон, ба як рафиқамон, яъне ки як хона дар кор шудааст аз шаҳри Ваҳдат. Квадраташ 30-35, мақсад ё боланд бошам мешава мегава, неки як комната қадам боша бо нархи 230,000 сомонӣ. Ҳамин рақамҳое ки бо ранги сирх нависандагӣ мардумро дар боло мавҷ дода истодааст. Айни ҳол метавонед ки шумо занг бизанед, як хона агар доштагӣ инсонҳо то нархи 230,000 сомона занг бизанед, харидори ани қаст. Яъне хулосаи гап, бардоро ҳатман барои реклама кардан муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо. яъне ба эълони аввал мегзарем дӯстон. айни ҳол қарор дорем дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар Қурғонтеpa, дар кӯчаи Кайҳоннавардон мо дӯстон айни ҳол қарор дорем. ана ҳамин бошад таги дом аст. хона дар ошиёнаи чорум айни ҳол қарор дорад. Квадратш ҳам нормале мардуро. ҳозир дарони хона дам дохил мешем. аз пушт, аз наздик, аз таги дом, яъне ки навор кардем ки иштобо шумо бовар эҳсос кунед ки дар ҳамҷа хонаи арзонтар ҳаст. хулосаи гап, дӯстони азиз, навор ништияк мешавад. хоҳишмандам биён ҳама каса ялайкира мезанем, лисенсиёро мебироем, даво боло боз насиб бошад навора давом медиҳем. дӯстон, тамошо кунед. این خانه قرار دارد در کوچه کیهانوردان، حجره رقمی 42 میشه. بردار عزیز، خلاصی که ما داخل میشه این حال به درونی خانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانه همین خانه است دوستان. سر اول من باش من خانه اسپانیا نشون میدم. اونجا بعد بالکن هم دارد. خودتون ببینید دوستان. حجره همین حجره است. همین حجره دوستان. این خانه اسپانی. آبشو بگیریم دوستان، 3 در خانه دارد. یعنی اینجا باز بالکن است. به نهایت جای خوب، قریبی در حساب سنتر است این خانه. در حساب سنتر همین شهر بختر قرار دارد. این اینجاش بالکن بردارو. اینجا بالکن. کوخنی. خب از اینجا چی نمونه میشه با ما؟ در این طرف دوستان عزیز، در این طرف مکتب هست، مغازه ها زیاد هستند. این همجای قریبی سنترای بردارو، ایرا فراموش نکنین. خانه در قریبی وادی، در کلسوای سوانی است بردارو، ایرا فراموش نکنین. دوستان میرویم به دیگر قسمت خانه. من دیگر خانه را شما نشان تام سر اول. میمون خانه است. خانه اسپانی برای فرزنداش است بردارو. خانه را باید سروشنی سودو کردن هر کار بردارو. از میگذارم به قسمت میمون خانه. هم مشخص رویشون تون میتم. زیب و آزاده. در اینجا دوستان آینه نیلگون. خانه پدابوی کردگی خوش وقت تیار. میتونید که در مدد زندگی کنید دوستان. کم تر یک بیرنداش به کار داره. در این مسئله باید ما هم بگیم. باز از این طرف تیرزه ها دوستان پلاستیک های یکم سورت، باز در خودش رشوتکه هم دارد، یعنی که زشیته. خلاص یه بردار عزیز، انیقترش امی خانه در سنتری شهری بختر قرار دارد. در سنتری شهری بختر قرار دارد. در این طرف باز یک خانه خردکک برای حجره کودکان. این خانه دیگر حجره کودکان بردو. این حجره است. حالت چونین.
خب در این قسمت چی است؟ در اینجا حمام، اینجا حمامه. حمام حاجتخانه سنوزل نیست بردارایی را فراموش نکنین. حمام جدا، حاجتخانه جدا. من اینجا باشد حاجتخانه. شرای زندگی در شهر همین می شود. حمام در بر، حاجتخانه در بر. خلاص دیگه مرحمت دوستان، کسی که اگر خریدار باشد همین خانه باردارو نرخ کردن 410,000 سومانی. اکا این حال گفته ایستاده همین خیلی. اما از نام کانال ما اگر زنگ زنیش ما باز نصیب باشه معامله خوب میکنه خدتون. اینک میگذاریم به اعلان دوم من دوستان عزیز. خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فرخار. برادرای فرخاری بوده اگر همینجا باشین. راستی که من از ناحیه فرخار بسیار همکورسا داشتم در وقتش. ولی هم زنگ میزنن صحبت میکنن، یعنی که مردم خلق فرخار به نهایت شخصان مهمان دوست و مهنت دوست هستن. بردارو بینید 8 ساتیق زمین دارد در دهه شورکل دوستان. 3 حجره حالت همیخه، سسه همیخه. بینید دوستان با نرخ 140,000 سومانی به نهایت خانه ارزان در کانال اگنست و وام خرد دوستان. حتما یه لایک و آبونه شدن فراموش نکنین. یکم خانه باشد 6 به 3، دویمش باشد 5 به 3، سومش باشد 6 به 3 دوستان. علاوه خانه گندم خانه، هضم خانه، یعنی که همش هسته. مکتبش باشد سال 2015 ساختگان، یعنی که مکتب کهنه نیست. خریدارها حتما از نام کانال اگنستا عین حال زنگ بزنین، رفته خانه را از نزدیک ببینید. خلاصی گپ خریداری کنین. اعلانی سیم میگذاریم بردارو. خانه فروشی در شهر هیسار نزدیک به شهر دوشنبه است. ایرا فراموش نکنین. در دهه بلبل چشمه که دارای 3 در خانه و 7 ساتیق زمین انا خیلی گرد و اطرافش محکم کرده دوستان. از نزدیک رفتیم نوار کردیم، برای بینندگان پیشنهاد کردیم دوستان انا بخیر خانه باشه حتما میتونین که مراجعت کنین. لایک را میذاریم بردارو، تماشا میکنیم دوامی نوار. خلاصی گپ 3 در خانه 7 ساتیق به نهایت عالی. مکتب باشد نزدیک، سوید داره و دواز میاره آبایانه. 2 تا رقم هست، رقم های واتساپ و دستی و رقم های واتساپ و دستی روسیانه. رقم های 975 46 61 61 تاجیکی و پیلوس 900 و پیلوس 7 995 970 18 18 مرحمت زنگ بزنید. انا جا پادوالای ختون دیده ایسیم بردارو از لیسینزه میبرین. حالت خانه سسیانش نیشتی اگر میتونین که بعد از خریداری کردن یک کمتم ایسوسه بردارو یک اوبورکا و تو دست دوره که خریدارها 180,000 سومانی نرخ در شهر هیسار دهه بلبل چشمه 3 خانه. حالت همین خیسته همین. اکبر در جوان خانه را از نزدیک رفته دیدم باز دیگر خیلی است. اما خوب نیشتیک فقط از شما زنگ زده مونده است. خلاص میگذاریم به اعلان چهارم. کوارتیر ها این حال زیاد هستند دوستان، 1000 باشد. باز خانه فروشی این حال در شهر خوجند هیسار در خوجند است دوستان. در دچه وتران فاینی حال قرار دارد که 3 حجره دارد، 2 ساتیق زمین دارد، یعنی که بردار این طرف دچه است، این طرف خودش دچه. 480,000 سومانی نرخ همین خانه دارای 2 ساتیق. حالت سسیان ریمان نیشتیه بردارم تا من دیلتون دور نرود. انا ایجا روشد کوخنی 2 ساتیق زمین دارد و رقم های 390 990 918 این حال زنگ زنید. 3 حجرگی کالو نای بردارم مساعتی امی نرمال نیه. انا نزدیک دپرفکای 3 تا 7 حجت ها 100% تیار میگه خانه به طوری فوری یعنی که سودا کرده می شود. پنجمین اعلان میگذاریم دوستان عزیز. خانه فروشی یعنی حال در شهر هیسار در جماعت شهراره، یعنی که در شهرک شهراره نیخترش بگیم 2 حجره دارای 2 ساتیق دیگر زمین. حالت سسیه به شما معلوم. انا نرخی که 240,000 سومانی گذاشتند عینی حال دمی رقم های 717 60 96 زنگ بزنید. خانه را از نزدیک رفته یک بار دیگر ببینید به طوری فوری یعنی که سودا میشد. خانه 2 حجرگی. خلاصه گپ تعمیر نو از نزدیک معلوم تر میشد. باز 2 ساتیق زمین دارد.
سروغا کوچه صاحب دیلان در شهر حصار. خوب ترش از نزدیک بریم بردارو. انا چخیر میتونم بردارو به سمت پست کاروان طرف دیگر راه است، یعنی نزدیک است. ششم ایلون میگذاریم. خانه فروشی این حال در شهر حصار در دهه بلبل چشمه. این هم در همون دهه است دوستان، اما ساتیق، حالت، ریموند و حجره های این گوناگون است. دارای 5 حجره و 8 ساتیق زمین با نرخ 345,000 سومانی. رقم های 909 88 8008 باردارو زنگ بزنین. خانه 5 حجره گای دیتاجه نیست، یعنی که یک قبطه، یعنی مساحت یمین 5 حجره آبشی در 200 متر کوادراتی ساختگیان. نوع خانه حولیگی با تعمیر آب و برق هست. این حال در زمین 8 ساتیق. ایلوا جایگیر شویش در لب راه است در دهه بلبل چشمه. یعنی که شما بعد از رفتن در اینجا دهه به دهه، یعنی کوچه به کوچه نمیکنین. اعلانی هفتم میگذاریم دوستان. بازخانه فروشی در شهر حصار در محله شراره دارای 4 حجره و 6 ساتیق دیگر زمین دارد. حالت سیستانی علکی به شما معلوم شد. انا اینجا باشه بردار عزیز، انا همینجا داخل خانهش هم خشروه که بد نیست. 4 کامناته 6 ساتیق داره، 315,000 سومانی نرخ داره و رقم های 207 84 62 62 دارد. میتونید که شما زنگ بزنید. 4 حجرگی با مساحتی همین 4 کامناته را در 85 متر کوادراتی ساختگیان و 6 ساتیق دیگر زمین هست. گیرد و اطرافش باشد پورا محکم کردگی، دروازه نصب شدگی دوستان. علاوه معلومات ها جوگیر شویش در ارتبوز پایانی کاروان در بالا باشد مکتب قرار دارد. مغازه ها هم نیز هستند. این حال در همین جمهوری خدمت بردار چی بسیاشیده است شگری خداوند که مکتب هست، مغازه ها هست، نقطه های خدمت رسانی زیاد هست. ایلونی هشتم میگذاریم. خانه فروشی در شهر دوشنبه در همین گیپرازیم بردار در تاجیرون اینخترش 2 حجره را در 42 متر کوادراتی ساختگیان. این خانه باشه بردار خانه زمینی ای فراموش نکنین. یک ساتیق دیگه زمین داره. رقم های 935 11 09 90 320,000 سومانی نرخ امید کامناته. اگه شما فقط زنگ زدن مونده رفته خانه را از نزدیک دیدن مونده است. انا اینجا باشد کلدوری خردکک برای رفت آمدن یکی صبح میتونید که شما تمرین کنین. مساحت عمومی همین 2 حجره باشد 42 متر کوادراتی است. نوع خانه حولیگی است بردارو. انا اینجاش باشد حولیشش. اگه شما چی مونده بردارو؟ خانه در لبی راه، آب و برق دائمی، فقط زنگ زدن مونده است از شما و خلاص. ایلونی نهم میگذارین دوستانی عزیزم. پادپیسچیان محترم خوشمندم، فراموش نکنین دستگیری ورا لایک را بزنید، پادپیس کنین در کانال، حتما برای رکلام مراجعه کنین شیر بچو. در دوشنبه است. این خانه فروشی در ناحیه شاه منصور است، یعنی دارای 2 حجره و 3 ساتیق دیگر زمین با نرخ 285,000 سومانی و رقم های 907 98 22 62 مرحمت زنگ زنید. خانه یک قبطه است. مساحت خانه همین 2 حجره 65 کوادراتی، زمینش 3 ساتیق، تعمیر شده، آب و برق دائمی دارد. میگه کمان. علاوه معلومات ها خیلی قلای است. نزدیک بازه، در راه، در گردش و فرودگاه، نزدیک به ایرپورت، یعنی فرودگاهی کمال. اگر شین نباشین خانه فروشی سراش نمیگه. کسی که خریدار باشد اگر از نزدیک باز هم صحبت میشیم با خریدارها، یک معامله دیگر میکنیم. یعنی ایلونی دهم میگذاریم دوستان. پادپیسچیان محترم. خانه فروشی در ناحیه فردوسی دارای 3 حجره 2 ساتیق زمین و با نرخ 250,000 سومانی معامله بردار دارد. یعنی رقم های 171 11 باز 11 90 آخرش مرحمت زنگ بزنید. 3 حجرگی محله دریاباد شنیده این بردار در همین فردوسی در محله دریاباد است. تعمیرش باشد تعمیر شده. حمام و حاجت خانه باردارا در داخل همین خانه است.
به نهایت قلای در زمستان. حجت ها پورا هستند. میگه معامله با خریدار انیق باشد امکان پذیر هست. فراموش نکنین رفته از یک بار دیگر خانه ها را ببینیم بردارو. ای بچه همو لایک بزن، حتما подписаться کنه، ده هیچ نمیشه بچه. این هم خانه باشد، رقمای روی نوار بده، واتساپ، تلگرام، ایمو دستی میتونید که مراجعت کنید. ما در خدمت شما هستیم. اگینستا در خدمت شما هستم. با شما تشکر که تا همین دم با من به دید نوار تماشا کرده. میندار تا نوارهای آینده. خداوند یار مددگارتون باشه دوستان. پناهتون به خدا.